خداوند ملک الموت رو فرستاد برو قبض روح جگرگوشه فلان بنده من، اسم برد، برو پیشش قبض روح جگرگوشش بکن، اما عزیز دلبندش. وقتی که ملک الموت رفت دید که این پدر خیلی این بچه‌شو دوست داره، ولی امر خداست. قبض روحش کرد، برگشت. الله سبحانه و تعالی ازش سوال کرد ملک الموت قبض روح فلان بنده منو کردید؟ قبضتم ولد عبدی فلان؟ قبض روح فرزند فلان بنده منو کردید؟ گفت بارالله خودت منو فرستادی، همین الان گفتی برو. گفت نه، میخوام که از شما بشنوم. گفت بله. گفت قبضتم ثمرة فؤاده، جگرگوشش رو ازش گرفتید؟ بارالله امر تو بود. گفت بله ای رب، من دستور رو به جا آوردم. اما جمله سوال سوم خداوند گفت فماذا قال عبدی، این نکته خیلی مهمه. به ملک الموت گفت وقتی که جگرگوشش رو ازش گرفتید، جگرگوشی که بازی میکرد، روح داشت، یک دفعه مثل یک چوب خشکی جلوش افتاد، عکس العمل بنده من چی بود؟ اینجا خیلی مهمه برای خدا. گفت که ای رب، ملک الموت میگه حمدک و استرجع. گفت فقط همین دوتا جمله گفت همین دیگه، هیچ عکس العملی نشون نداد. گفت هیچ. گفت اون دوتا جمله چی بود؟ گفت حمدک، گفت الحمدلله، حمد خدا، شکر خدا. گفت جمله دوم گفت استرجع یعنی گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت همین دوتا جمله فقط گفت بله، دیگه هیچی، دست با خطا نکرد. در جواب ملک الموت خداوند گفت که برید در قلب بهشت، برید در قلب بهشت، ابنو لعبدی هذا بیتا و سموه بیت الحمد. برید در قلب بهشت برای این بنده صبور و شاکر و شکرگزار من قصری درست کنید، بنا کنید و رو سردرش بنویسید این خانه خانه حمده و سموه بیت الحمد. این خانه حمده، خانه حمد و تشکر بنده شاکر منه.